که این سوال مطرحه که اگر تابع موجی رو به ما دادن، معادله یک تابع موج رو به ما دادن، ما چطور متوجه بشیم که اون تابع موج متعلق به چه تراز انرژی یا چه اوربیتالیه. میدونیم هممون معادله تابع موج به این صورته: یه بخش شعاعی داره و یه بخش زاویه‌ای داره. این بخش زاویه‌ایش از دو تا تابع زاویه‌ای تشکیل شده، یکی اس تتا، یکی فی یا همون فی. این تابع، در واقع این بخش زاویه‌ای تابع موج ما از دو بخش زاویه تتا و فی تشکیل شده. حالا در ادامه میگیم تتا و فی چیا هستن. یعنی زاویه الکترون، زاویه حرکت الکترون نسبت به اون هسته یا مرکز سیستمی که ما داریم. این بخش شعاعی معادله تابع موج ماست. بخش شعاعی در واقع بخش فاصله الکترون تا هسته سیستم. حالا سیستم ما اگه اتم باشه، هسته اتم. فرض کنید این هسته اتم، اینم یه الکترونه. این الکترون با یک زاویه نسبت به، حالا یا محور عمودی یا محور افقی، برای نسبت به زاویه نسبت به هسته سیستم ما، اگر این هسته سیستم ما باشه، حرکت الکترون نسبت به زاویه در واقع عمودی هسته ما رو فی میگن و حرکت الکترون نسبت به زاویه افقی هسته رو تتا میگن. این از فی و تتا. و این فاصله الکترون تا هسته رو آر میگن. پس تابع موج ما فلسفهش معلوم شد که بخش شعاعی و بخش زاویهش در واقع اصلا به چه کار ما میاد. بسیار خوب، حالا میریم سراغ این. یک توضیح مختصری بود از معادله تابع موج که از چندین بخش تشکیل شده. حالا میریم سراغ این که اگر معادله تابع موج رو به ما دادن، از کجا بفهمیم که مال کدوم اوربیتال و کدوم ترازه. حتی همونطور که گفتیم یه بخش آر داریم و یه بخش گاما همون بخش زاویه‌ای و آر بخش شعاعی هست. نکاتی که میگم رو دقت کنید. اگر ما توی فقط بخش گاما رو داشتیم، یعنی سای برابر با اگر فقط بخش آر رو داشتیم، یعنی سای برابر بود با آر، یعنی اگر ما بخش گاما رو نداشتیم، در این صورت ما حتما در اوربیتال اس هستیم. چرا؟ چون اوربیتال اس یه اوربیتال کروی ماننده و اوربیتال اس که کروی ماننده هیچ وابستگی زاویه‌ای نداره و تنها وابستگیش به فاصله اون الکترون تا هسته است. پس مثلا اگر یک معادله تابع موجی رو به ما دادن به صورت مثلا سای مساوی است با آر در ای به توان آصف، خب اینجا ما هیچ زاویه‌ای مشاهده نمی کنیم. پس میگیم که این تابع موج مربوط به در واقع اوربیتال اس، چون اصلا ما زاویه‌ای اینجا نمی بینیم. این معادله تابع موج بستگی به زاویه چرخش الکترون نداره. حالا میریم سراغ اوربیتال های دیگری. میایم به گاما نگاه میکنیم. برای بررسی اوربیتال های دیگه به گاما نگاه میکنیم، ببینیم گاما اصلا چی هست. گفتیم گاما از دو تابع اسفی و استتا تشکیل شدن. اگر در عبارت گاما ما کوسینوس تتا رو دیدیم، اگر در عبارت گاما
ما کوسینوس تتا رو دیدیم، پس ما اوربیتال پی زد رو داریم. اوربیتال پی زد رو داریم. اوربیتال پی زد هم که میدونید اگر این محور مختصات ما باشه، اوربیتال پی زد به این صورته، در راستای در واقع محور زد. پی ایکس و پی وای هم همینطور. حالا جهتگیری اوربیتال هم مهمه. فقط با دونستن بخش زاویه بفهمید تابع معادله تابع موج مربوط به کدوم تراز و کدوم اوربیتاله. حالا اگر کوسینوس فی بود، دقت کنید، و اگر کوسینوس فی بود و یه حالت دیگه هم داره، یعنی اون اوربیتال ما دی ایکس دی زده. خب ما برای کوسینوس فی دو تا چیز گفتیم یا دی زد دی ایکس یا پی ایکس. خب کدوم از ایناست بالاخره؟ ما قبلا گفتیم پی ایکس، الان میگیم دی ایکس زد. خب بالاخره کدوم از ایناست؟ حالا در ادامه میگیم که با استفاده از بخش شعاعی ما بفهمیم که این در واقع این اوربیتال ما دی ایکس زده یا پی ایکس. پس فعلا اینجا رو داشته باشید. پس فعلا بخش زاویه‌ای رو داشته باشید. حالا اگر سینوس فی بود، باز هم اگر سینوس فی بود، ما قبلا گفتیم اگر سینوس فی باشه اوربیتال ما پی وای هست، ولی به جز این یه حالت دیگه هم داره. اگر سینوس فی بود ممکنه دی وای زی هم باشه. خب از کجا تشخیص بدیم کدوم از ایناست؟ بازم از رو بخش شعاعی. حالا در ادامه میگیم. پس اینا رو فعلا داشته باشید تا برسیم به بخش شعاعی. اگر هم کوسینوس دو فی بود، این دیگه استثناء نداره. اگر کوسینوس دو فی بود همیشه اوربیتال دی ایکس دو وای دو رو داریم. این دیگه را در رو نداره. اگر کوسینوس دو فی بود اوربیتال دی ایکس دو دی وای دو رو داریم، یعنی در اوربیتال دی ایکس دو دی وای دو هستیم. اگر سینوس دو فی بود حتما تو اوربیتال دی ایکس وای هستیم. خب این از این. حالا ببینیم اون حالاتی که گفتیم از روی بخش شعاعی چطور میتونیم پیدا کنیم که اونا چی هستن یا کدومشن. ببینید توی اتم های هیدروژن گونه قسمت R، قسمت شعاعی به این صورته. توی اتم های هیدروژن گونه قسمت شعاعی معادله تابع موج به این صورته: E به توان منفی R به روی N A0 که همون شعاع استاندارد هیدروژنه، و N اینجا خیلی مهمه. N همون عدد کوانتومی اصلیه. در واقع N همون عدد کوانتومی اصلی ماست، یعنی به ما میگه که تو چه لایه هستیم. مثلا E به توان منفی R به روی 3A0 یعنی ما توی لایه سوم هستیم. یه وجه تمایزی قائل بشیم بین اون مواردی که گفتیم. خب در ادامه از کجا بفهمیم که اون اوربیتال، مثلا فرض کنید مثلا ما الان مثال کوسینوس فیو داریم. خب گفتم اگر توی معادله تابع موج کوسینوس فیو دیدی به دو چیز فکر میکنی. یا توی اوربیتال پی ایکس هستیم یا توی اوربیتال پی ایکس هستیم یا توی اوربیتال دی ایکس زی هستیم. خب بالاخره کدام از ایناست؟ بالاخره کدام یکی از این هاست؟ ما کدوم رو در نظر بگیریم؟ میان به بخش R نگاه میکنید. اگر توی بخش تتا گیر کردید، ببینید برای بخش R یه قانون مهم وجود داره. تعداد گره های شعاعی برابر با n منهای L منهای 1. خب یعنی شما باید این عبارت رو تشکیل بدید و L رو به دست بیارید. اگر L رو به دست بیارید به راحتی میتونید تشخیص بدید که کدوم یکی از این حالاته، این حالته یا این حالته، و به راحتی میتونید تشخیص بدید. حالا از کجا بفهمیم که کدوم یکی از این
حالت ها هست. خب فرض کنید مثلا یک مثال بزنم. فرض کنید ما یک تابع موجی داریم به این صورت: سای مساوی است با R منهای A0 در کوسینوس فی. مثلا فرض کنید خب ما اینجا میگیم چون کوسینوس فی داریم قطعا یا اوربیتال پی ایکسیم یا اوربیتال دی ایکس زد هستیم، بالاخره کدوم میشیم. برای چنین مواقعی میایم به اینجا نگاه میکنیم، میایم به بخش در واقع زاویه نگاه میکنیم، میگیم بخش زاویه چند بار میتونه صفر بشه، چند بار این معادله ما میتونه صفر بشه. خب اینجا میدونید فقط یه بار، اونم در صورتیه که R با A0 برابر بشه. فقط در این صورته که کل معادله تابع موج ما صفر میشه. پس انگار ما یک بار فقط میتونیم این معادلمون رو صفر کنیم، پس یک گره شعاعی داریم. حالا ما اون فرموله رو گفتیم گره مساوی است با n منهای l منهای 1. خب حالا n ما که فرض کنید مثلا توی تراز سوم هستیم، حالا من این مثال ساده زدم، فرض کنید مثلا اینجا یه e به توان منفی r به روی A0 هم داریم مثلا. خب تراز سوم هستیم اینجا، بعد گره هامون هم که یکه، چون معادلمون یه بار صفر میشه. خب 3 رو میاریم این ور، 1 منهای 3 میشه منفی 2، به علاوه 1 میشه منفی 1، پس المون میشه 1. L1 کدوم اوربیتاله؟ L1 کدوم اوربیتاله؟ L1 اوربیتال پیه. پس یعنی در واقع بین اون دو اوربیتالی که گیر کردیم پی ایکس و دی ایکس زد، پی ایکس جواب ماست. یعنی ما در اوربیتال پی ایکس قرار داریم. چرا؟ چون المون رو از این طریق به دست آوردیم. خیلی راحت و میبینید چند بار که معادله تابع موجتون میتونه صفر باشه قرار میدید و التون به راحتی به دست میاد و به این صورت میتونید بفهمید که برای هر معادله تابع موج در کدوم اوربیتال، در کدوم تراز و حتی در کدوم حالت انرژی قرار دارید. و این موضوع برای بررسی دژینرسی ذرات خیلی مهمه و بدون حفظ کردن هیچ فرمول و هیچ معادله‌ای به راحتی میتونید تشخیص بدید.